سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه. اولین ویدئوی آموزشی. اصلا تابال شده بهش فکر کنید که من چرا باید خودم دستی هم حواسم به مقدار سوختم باشه مال فرم، همین که ببینم که کارم تموم میشه برم سراغ کار بعدی، که باید منابع رو بذارم که گرما حروم نشه. دیگه نیاز نی اصلا کاری کنید. شما میرید ماین سوخت و میارید، یا حالا ماینم نرفتید با چوب سوخت و میارید میذارید داخلش. اون منبعی هم که میخواید بپزید میذارید داخلش، خودش هم سوخت رو پر میکنه اتومات. اگه کمشم دوباره شارژش میکنه، هم واسه منابع این کارو میکنه، هم میذارشن توی چست. شما میخواید لقمه جایی درو بذارید دهنتون خیلی راحت با آموزش ساخت این دستگاهی که الان اینجا میبینید. قشنگ دقت کنید. وسایل مورد نیازم برای ساخت ایناست. درت هم فقط کمکیه، آوردم کمکمون بده. وسایل رو برداشتیم. بذارید ببینم این ضرب دره کجاست. اینجاست. آموزش ساختش. واسه پروتوتایپ چیکار کنیم؟ اول میگید خیلی راحته. شیفت رو میگیرید، میاید اینجا یه چست میذارید، اونجا هم یه چست گذاشتیم. یکم دیگه بالا میاید یه هاپر هم میذارید. حالا نوبت فرمونه. فری که همه کارا رو خودش انجام میده. میذاریمش. حالا میریم بالاتر تا به قسمت های جالب تر برسیم. خب میگید ما دیگه به اینجا رسیدیم، حالا چی کار کنیم؟ یه دونه اینور هاپر، یه دونه اینور هاپر. من تعداد منابع رو به سروایول دارم براتون میگم ها چقدر میخواد، وگرنه من که کریتیوم هیچی نباید میگفتم. آنتی اکسید رو زدیم، این دوتا رو حذف میکنیم. خب الان ما این نو تا انقدر میاریم بالا. شرمنده یکم بالاتر باید. خوبه. یه دونه اینا میذاریم، یه درت، یه دونه اینجا، یکی دیگه شیشه میذاریم، یه درت دیگه با یه شیشه دیگه. اینجا یکم خطریه، شما باید بیاید این بالا و بعد لاوا رو بذارید. قبل از پخش شدن یه چست هم اینجا بذارید. میبینید تا اینجای کار
عین خودش در اومده. بعد دوباره یه شیشه بالاش. تا اینجای کار خیلی تمیز در اومد. نگاه کنید تا اینجا. این از محصول ما. واسه ساخت ادامهش نگاه میکنیم. خب چیکار کنیم؟ میایم بالا، زیرمونو میاریم بالا. میشینیم. هاپر 1 2 پیاده میشیم. دوباره میریم بالا، میشینیم. یه چست اینجا. شرمنده، اشتباه گفتم. چست نداری. میایم اینجا، شیفت میگیریم، یه همچین حالتی رو در میاریم. شیشه خاک رو میذاریم. دوباره شیشه. و یه شیشه دیگه. اما نکته داره، قبل از این که این شیشه رو بذارید یادتون نره آب و قبلش بریزید. دیگه با آب و لاوا و اینا کاری نداریم. با فرنس هم کاری نداریم. میمونه اون بخشش. یعنی بخش چی؟ فیول. بخش سوخت شما هنوز نساختیم، درسته؟ بخش سوخت تا میایم بالا، میشینیم. 1 2 تموم شد دیگه. یه چست بلاک میذاریم، میریم بالا. شاید باید برم بالا، مثل این که میذاریم اینجا. تموم شد. اینم از اون چیزی که شما نیاز دارید. الان میگید خود چطوری کار میکنه؟ خیلی راحته. این کاملا اتومات کار میکنه. بذارید نشونتون میدم. مثلا شما میخواید غذا رو بپزید، 16 تا گوشت خوک دارید. خب وقت ندارید بهشون برسید، باید برید ماین. حالا ما میکنیمش 15 تا زیاد وقتتون گرفته نشه. یه مقدارم کل دارید. خب کلتون 32 تاست. میرید ماین، یه مقدار دیگه هم میارید، اما هنوز وقت ندارید. باید برید دنبال غذاتون. اون طرف هم شما منابع دارید. 4 تا طلا دارید که میخواید مثلا
اون طلاها رو آب کنید. خیال راحت، کاری نداره که در مرحله اول میاید چیزی که میخواید و میذارید اینور، اینور سوخت رو میذارید شروع به پختن کرد. نوش جونتون این زیر میاد. چرا نیومد؟ اومد. نوش جونتون. نگاه کنید عمل کردش از داخل فرم اینجوریه. برگشتید حوصله ندارید کاری کنید، خیلی راحت دوباره اینا رو میذارید اینجا، اینا هم میذارید اینجا. سوختش که کم شده بود اینجا اضافه میشه. اون بالا هم هاپر منتظره تا این گوشتا پختشن، طلاهاتونم بیاد آب شه. دیگه چی این بهتر خودش داره همه کار میکنه. لایک ویدیو رو بزن. اگه میخوای آموزش های دیگه هم ببینی یه کامنت ریزم بذار، کامنت بذار که مثلا چه آموزشی دوست داری. دمت گرم. فالو و زنگولم فراموش نشه. هر وقت اینکه ویدیوتون حاضر شد بیاید نگاه کنید، زنگوله بهتون اطلاع میده. اون فالوی کوچولو رو بزنید خواهشن. به عمل کرده این دقیقا همین جوری به صورت اتوماته. این جوری که میبینید قبلا من یکی ساخته بودم. این بلاک مسم که میبینید سرعت پختش رو مشخص میکنه. اگه زنگ زده نباشه خیلی خوب کار میکنه با سرعت. در چستو وا میکنیم. چند لحظه گذشته اما با 12 تا گوشت آشنا شدیم. این طرف هم که فیول داریم. حالا تموم نمیشه، تمومم شد توی اون چست میذاریم باز شارژش میکنیم دیگه. خیلی راحته دیگه. چی میخوایم ما؟ فقط XP نمیده که اونم بعدن فارم XP هم بهتون یاد میدن. اما وقتی که لایک ها به بالای 10 تا برسه نه عمل کرد. از دستگاه چی میخواید؟ مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. مشتی و مرامی اون لایک رو بزنید. کامنت یادتون نره. لینک کانال پاتاق و اینستاگراممونم به زودی میذاریم، اونا هم یادتون نره. و تا یه ویدئوی دیگه فعلا خدا حافظ.